سلام، خوش اومدین به کانال بنی بورگنگ. بریم برای شروع ضربات پنالتی ببینیم بنی میبره یا من میبرم. یه نفر قرار بازنده و یه نفر برنده. بریم. سلام دوستان، ما اومدیم به ویدیوی بعدیمون. حالا ما میخوایم من 5 تا ضربه بزنم. اگر برهان 5 تا گرفت و منم 5 تا بگیرم ادامه داره، ولی من گل زیادی به برهان بزنم، اون کم بزنه، دیگه بازی تمومه. میبازه. بریم برای شروع ویدیو. از یک ضربه نتونستم گل بزنم. ضربه دوم. زدم. حالا ضربه گل. دو ضربه هیچ و یک ضربه گل. سه ضربه الان زدم و یه دونش گل شده. ضربه چهار. حالا آخری. حالا در 4 باز یک گل. این بار حالا ضربه آخر. من 4 تا ضربه زدم، دو تاش گل شده. الان ببینیم اگه این گل بشه 3 گل شده. بریم برای تعویض پنالتی. ببینیم آقای بنیامین میتونه بزنه. بچه‌ها نگران نباش، میزنه. سابسکرایب بدتون نشه. گرفت. یه ضربه زدم گرفتش. بریم از ضربه دوم. چه دروازه‌بانی پسر. بعد این ستا رو گل کنم تا مساوی بشیم. آیا میتونم؟ این یه گل عالی. ضربه سوم ستا. بریم برای ضربه سوم. ضربه آخر. اینو گل بزنم دیگه. بردم. گل زدن بردم. اینو من گرفتم. بچه‌ها لایک لایک سابسکرایب یادتون نره. حتما لایک کنید، حمایت کنید ازمون. قرار بازی های با یاسین و دوستان دیگه‌مون داشته باشیم تا ویدیو بعدی. این باز رو من بردم و برهان یه دونه گل زد و من 3 تا گل زدم. لطفا لایک سابسکرایب یادتون نره و پیج ما رو دنبال کنید که ویدیوهای زیادی هم به شما تبدیل کنیم.